درود به همراهان همیشگی کانال جهانگرد این بار برگشته با یک قسمت بسیار زیبا از کشوری عجیب و غریب در شرق آسیا. ژاپن، کشوری در جنوب غرب آسیا. این کشور به طور کامل با دریا محصور شده و از طریق دریا با کشورهای چین، کره جنوبی، کره شمالی و روسیه همسایه است. ژاپن 128 میلیون جمعیت داره که 62 میلیون مرد و 65 میلیون زنان هستند. پایتخت این کشور توکیو هست. ژاپنی ها کشورشون رو نیپونکوکو خطاب میکنن که به معنای خاستگاه خورشید هست. زبان مردم این کشور ژاپنی هست و بسیاری لغات توی این زبان از کشور چین گرفته شده، اما با زبان چینی هم ریشه نیستند و کاملا متفاوت هستند. تنها زبان نزدیک به این کشور زبان کره‌ای می باشد. ژاپن یک کشور امپراتوری است. حکومت توی این کشور به صورت پارلمانی همانند بریتانیا است که در حقیقت نخست وزیر آن را اداره می کند. تمامی کارهای امپراتور در رابطه با امور کشوری بر اساس توصیه‌ها و تصویب کابینه انجام می شود. امپراتور کنونی ژاپن آکیهیتو می باشد که در سال 1989 به عنوان 125مین امپراتور به تخت نشست. دین رسمی در این کشور وجود ندارد و بسیاری از آنها به چیزی اعتقاد ندارند، اما بسیاری دیگر هم به طور عمومی تلفیق گرایی در طبیعت که همان آیین بودا و شینتو است را باور دارند. 23% جمعیت ژاپن بالای 65 سال هستند و همین امر باعث شده پیرترین ساختار جمعیت دنیا رو داشته باشند. جالبه که بدونین کشور ژاپن در واقع از 6800 جزیره کوچک و بزرگ تشکیل شده و بزرگترین این جزایر 4 جزیره هوکایدو، هونشو، شیکوگو، کیوشو هستند. بلندترین قله ژاپن فوجی نام داره و ارتفاعش 3776 متر است. 1/10 آتشفشان‌های جهان توی این کشور قرار دارند و به همین علت یکی از زلزله‌خیزترین مناطق جهان به شمار میره. قرار گرفتن ژاپن در کنار اقیانوس آرام باعث شده تا غذاهای دریایی به خصوص ماهی نقش مهمی در اقتصاد و برنامه غذایی ژاپنی‌ها ایفا کنه، به طوری که بیشترین سرانه مصرف ماهی در دنیا به نام ژاپن هست. کشور ژاپن در دوران جنگ جهانی دوم توسط آمریکا به شدت بمباران شد و فجیع‌تر از اون این که 2 بمب اتم در شهرهای ناکازاکی و هیروشیما زده شد که باعث کشته شدن صدها هزار نفر و نابودی کامل این شهرها شد. ژاپن در جریان جنگ جهانی دوم به قدری آسیب دید که بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی دنیا عبارت معروف به کلی ویران شده را برای این کشور به کار بردند. در جریان جنگ جهانی دوم بیش از 2 میلیون نفر از مردم ژاپن جون خودشون را از دست دادند. 40% شهرها از این کشور به ویرانه تبدیل شد. تأسیسات صنعتی و تولیدی به کلی نابود شد. تمام مزارع کاملا در آتش سوختند و کار و تولید به کلی متوقف شد. اما تنها چند سال پس از این اتفاقات به همت حاکمان امپراتوری ژاپن و برنامه‌ریزی‌های دقیق و حرفه‌ای، ژاپن با سرعت بالایی تمام خسارات را جبران و بازسازی کرد و به رشد اقتصادی باور نکردنی رسید. در تمامی زمینه‌ها سیستم‌های منظم پیاده شد. در تولید علم، آموزش نظامی به شدت پیشرفت کرد. جمعیت رو به افزایش رفت و در نهایت این اقدامات تحسین برانگیز مقامات ژاپن به جای ختم شد که امروز این کشور پیشگام در تمام زمینه‌هاست: رفاه، نظم اجتماعی، ثروت، تولید داخلی، تکنولوژی و حالا 3مین اقتصاد بزرگ جهان و یکی از مهمترین کشورهای جهان است. بزرگترین و معتبرترین کمپانی‌های دنیا از جمله تویوتا، میتسوبیشی، هوندا، هیتاچی، سونی و بسیاری دیگر در این کشور قرار دارند و 8مین قدرت نظامی بزرگ دنیاست. زلزله‌های زیر آب در اقیانوس آرام باعث شکل‌گیری سونامی‌های بزرگ در طول سال میشه و هر بار خسارات بسیاری رو به زیرساخت‌های ژاپن وارد میکنه، اما در کمترین زمان ممکن این خسارات بازسازی میشن.
اما جالبه بدونین که در همین کشور پیشرفته که تولید علم و پیشرفت‌های عظیم تکنولوژی وجود داره، در سایه رفاه بالای مردم، حقوق شهروندی بالا و زیبایی‌های فراوانش، آمار خودکشی در بین مردمش بسیار بالا و نگران کننده است، به طوری که روزانه 70 نفر اقدام به خودکشی میکنن و سالانه تا 100,000 نفر به زندگی خودشون پایان میدن. و همین موضوع یکی از بزرگترین مشکلات در چند سال اخیر در کشور ژاپن بوده. بدون شک ژاپن یکی از زیباترین کشورهای جهان است، کشوری که در سایه تکنولوژی و پیشرفت‌های بیوقفه سنت‌ها و فرهنگ‌های چند صد ساله خودشو حفظ کرده و هنوز پس از گذشت سالها بسیاری از مکان‌های تاریخی این کشور از مهمترین و با ارزش‌ترین میراث این کشور تاریخی به شمار میاد. اگر به دیدن برج‌های زیبا، معماری‌های مدرن امروزی علاقه دارین، شهر توکیو ژاپن بهترین گزینه است. اگر دوست دارین از معابد مذهبی و زیارتگاه‌های بودایی چند ساله، کاخ‌های چوبی، باغ‌ها و جنگل‌های بامبو دیدن کنید، شهر کیوتو ژاپن قطعاً شما رو شگفت زده می‌کنه. اگه به غذا خوردن و چشیدن مزه‌های مختلف علاقه دارین و یا پاساژگردی و مراکز خرید گزینه شماست، شهر اوساکا بهترین جایی هست که میتونه توی ژاپن شما رو حیرت زده کنه. اگه دوست دارین از مزارع گل دیدن کنین، اسکی کنین، باغ وحش برین و یا توی چشمه‌های آب گرم آبتنی کنین، جزیره هوکایدو یکی از معروف‌ترین منطقه‌ها در ژاپن برای اینطور تفریحات هست. اگر به کوهنوردی علاقه دارین، کوه معروف فوجیاما بهترین گزینه است که در منطقه یاماناشی ژاپن در غرب این کشور قرار گرفته و ارتفاعش 3776 متر است. سالانه گردشگران زیادی برای تماشای این کوه زیبا به این منطقه سفر میکنن. بیننده های محترم و دوست داشتنی همیشه همراه جهانگرد، مرسی که تا اینجای برنامه رو تماشا کردین. حتی اگر ذره‌ای براتون این برنامه جالب بود، ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنین و کانال رو هم سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنین تا از ویدیوهای بعدی مطلع بشین.